كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. چیل حدیثی که عبدالرحمن جامی به نظم درآورده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ کسی از شما مؤمن کامل بوده نمیتواند تا آنچه برای خود میپسندد آن را برای برادری مسلمان خود نپسندد. روایت بخاری و مسلم. شاعر عبدالرحمن جامی رحمه الله این حدیث را با چنین مصرع‌ها زیب داده است: هر کسی را لقب مکن مؤمن، گرچه از سعی جان و تن کاهد، تا نخواهد برادری خود را آنچه از بهر خویشتن خواهد. بله برادر و خواهر عزیزم، نشانه کامل بودن ایمان هر یکی ما در این است که هر آن چیزی را که برای خود دوست می داریم آن را باید برای برادر مؤمن خود دوست بداریم و اینچنین هر آن چی را که برای خود بد می بینیم آن را برای برادر مؤمن خود روا نبینیم. می خواهیم که برادران با ما خوش معامله باشند، خوش گفتار و خوش رفتار باشند. اینچنین ما باید به آنها چنین باشیم و نمی خواهیم که کسی ما را آزار بدهد، کسی ما را دشنام بدهد، کسی ما را غیبت بکند. اینچنین ما باید در حق برادران خود این را به خود روا نبینیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.